بفرمایید. No, all of you. You guys have to have your hand on it. All of you. Yeah. بفرمایید. So look, on behalf of the community of Richmond Hill, welcome to Haida Sandwich Plus. Welcome to Richmond Hill, and best of luck to you and your staff. Congrats again. Thank you. من از بچگی با هایدا خیلی خاطره دارم. من تو ایران هم که بودم خیلی هایدا دوست داشتم. بعد مدرسه همیشه میرفتیم می‌خوردیم. برای همین الان که اینجا می‌بینم چه چیزی باز شده خیلی برای من جای خوشحالی داره. بعدش هم این که حالا دوستان دارن تشریف میارن، خیلی حمایت میکنن از بیزنس‌های ایرانی‌ها مخصوصا توی فود اینداستری. به نظر من جای خوشحالی داره. از ایران هی هایدا می‌خوردیم، اومدیم اینجا هایدا می‌خوردیم. خیلی عالیه. ساندویچ خیلی عالیه. امروز هم اومدیم پیستری بگیریم، کرسانتاشو بگیریم. دیگه we're excited. من تبریک میگم به خانم ریحانه و آقای مهدی و تمام استاف هایدا که این چندمین لوکیشنشون رو دارن باز میکنن. افکور هر چقدر کامیونیتی ما گرو بکنه و همدیگه رو سپورت بکنیم، با همدیگه داریم گرو میکنیم و این رشد کامیونیتیمون هست و من افتخار میکنم به اسمال بیزنس ها. خودتون میدونید اسمال بیزنس ها خیلی سخت کار میکنن، هر روز میان سر کار بهترین جور بتونن کاستمراشون رو سرو بکنن و هر روز من میگم میرن خونه بعد راه پیدا کنن چجوری بهتر میتونن روز بعدی این کار رو انجام بدن و ما هم باید سپورتشون بکنیم و هر وقت من میبینم که بیزنس های ایرانی که دارن گرو میکنن و اینقدر ساکسسفول هستن تو پروینسمون، من خیلی بهشون افتخار میکنم و دوست دارم سپورتشون بکنم تا اونجایی که میتونم، یه جای جوری خیلی کوچیک. مفتخریم که بگیم که ما هفتمین شعبمون رو باز کردیم به اسم هایدا پلاس و همونجوری که همه میدونین ما از سال 2010 شروع کردیم این بیزنس رو راه اندازی کردن و قبل از اون ما توی ایران شعبه داشتیم و بعد که اومدیم کانادا اون بیزنس رو وارد کانادا کردیم و توی کل آمریکای شمالی، کانادا، امریکا و مکزیک ثبت کردیم و در حال حاضر هدفمون این هستش که بتونیم توی کل آمریکای شمالی 50 تا شعبه باز بکنیم.